شیرعلی گنجالزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان و رهبر هیئت این کشور در مذاکرات مسکو روز 13 اپریل در صحبت با آزادی از شرح جزئیات این مذاکرات خودداری کرد. آقای گنجالزاده تنها گفت که به زودی در این باره اظهارات پخش خواهد شد. تاجیکستان و روسیه بیش از 3 ماه باز بر سر اجازه پرواز هواپیماهای شرکت روسی یمل از فرودگاه ژوکوفسکی ولایت مسکو به شهرهای دوشنبه و خوجند بحث دارند. تاکنون چند دوره مذاکرات در دوشنبه مسکو برگزار شده، ظاهرا جانبها نتوانستند در این مورد به نتیجه مثبت برسند. طرف روسیه می‌خواهد هواپیماهای یمل در هفته 7 بار به پایتخت شمال کشور پروازها انجام دهد. اما جانب تاجیکستان میگوید باید شمار پروازهای هواپیمای این شرکت در هفته 2 بار باشد. در پی زبان نیافتنها روسیه پرواز هواپیماهای شرکت سامان ایر تاجیکستان را به منطقه‌های آن کشور منع کرده است. تاجیکستان 2 هفته پیش رسما هشدار داد که جواب همسانه روسیه را خواهد داد. با دنبال مسکو هیئت تاجیکستان را به مذاکرات خواند و با ختم گفتگوها هنوز معلوم نیست دو طرف مشکل را چگونه حل کردند. در همین حال از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه به رادیو آزادی خبر دادند که پرواز شرکت‌های هوایی روسیه به دوشنبه طبق جدول ادامه داشته است. تا حال تاریخی مذاکرات بعدی میان هیئت‌های وزارت‌های نقلیات تاجیکستان و روسیه درباره تنظیم پروازها اعلان نشده است. مردان محمد، فرزان محمدی، آزادی، دوشنبه.